آیا سقوط ریپل ادامه دار خواهد بود؟ سلام به همه، مسعود صادقی هستم با تحلیل ارز ریپل در خدمت شما. همانطور که همه شما در جریان هستین، چند روز پیش کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا از ریپل و آقای براد گارلینگهاوس مدیرعامل و کریس لارسن هم بنیانگذار ریپل به دلیل فروش اوراق بهادار ثبت نشده در آمریکا از سال 2013 شکایتش رو علنی کرد و این باعث سقوط شدید این ارز شد. امروز هم صرافی کوین بیس و اوکی کوین اعلام کردن که تا چند روز آینده معاملات این ارز رو متوقف خواهند کرد که این خبرم باعث افت شدید قیمتی این ارز شد. اینا دلایل فاندامنتالی سقوط ریپل بودن، ولی خب از نظر تکنیکالی بخوایم بررسی کنیم، ریپل در انتهای موج 5 الیوت قرار داشت و حتما باید اصلاح میخورد، چون دو تا دلیل: یک، دلایل فاندایی و دو، انتهای موج 5 موازی هم قرار گرفتن باعث تشکیل نقطه پیارزت شد و ریزش شدت بیشتری گرفت. میخوایم با استفاده از الیوت و فیبوناچی که در ویدیوهای قبلی چندین بار توضیح دادمشون بررسی کنیم. دقت بکنید، دلیل اصلی این که تحلیلای من بر اساس فیبوناچی و الیوت هستش اینه که ممکنه برای تحلیل شما یه خط ترند بکشید، منم یه خط ترند بکشم، اما قطعاً خط ترند من با شما فرق خواهد کرد. ولی فیبوناچی و الیوت درست مثل یه زبان بین المللی تمامی کسانی که به صورت حرفه‌ای ترید انجام میدن از الیوت و فیبوناچی استفاده میکنن. شاید شما 1 الی 10 تا بیت کوین داشته باشین، ولی کسی که در چین 8000 تا بیت کوین داره، اون با خط ترند دکمه خرید و فروش رو نمیزنه و دقیقاً از این ابزار استفاده میکنه. خب برگردیم به تحلیل. ریپل الان در فاز کرکتیو یا اصلاحی الیوت قرار داره و در حال تکمیل موج سی هستش که انتهای این موج میتونه فیبو 2.618 که تقریبا قیمت ممیز 0 رو نشون میده باشه. برای پیدا کردن موج بی من از فیبو ریتریسمنت استفاده میکنم. خب میبینید که دقیقاً تا فیبو 618 اومده و الان در راه موج سی هستش. تو ویدیوهای قبلی تاکید کرده بودیم که اگه در روند صعودی فیبو 618 یا 707 رو دیدین حتما بخریم و اگه در روند نزولی این فیبو رو دیدین حتما شورت باز کنیم. برای پیدا کردن موج سی از فیبو پروجکشن که در سایت تریدینگ ویو به اشتباه اکستنشن نوشته شده استفاده می کنم. خب میبینیم که فیبو 1.618 شکسته شده و در راه فیبو 2.618 هستش که قیمت تقریبا ممیز 0 رو نشون میده. خب دوستان عزیز، حتی اگه 1% هم این ویدیو براتون مفید بود و از این ویدیو استفاده کردید، حتما ما رو به دوستاتون معرفی کنین و این رو مد نظر داشته باشین که این ویدیو سیگنال خرید و فروش نیستش. امیدوارم که پرسود باشین.